سلام، خوش اومدید به این بخش از منوتوپلاس، اونم به صورت زنده. بله، امشب میخوایم براتون از یک رویداد هنری بگیم که همین هفته توی ایتالیا برگزار شد و یک زوج هنرمند ایرانی جنبش زن زندگی آزادی رو به این رویداد بردن. اول کمی از این رویداد بگیم. رویداد بینال هنر شهر فلورانس که از 14 تا 22 اکتبر امسال برگزار شد، اونم با مضمون I am you، یعنی من تو هستم. بله. ولی این هم که میخواستم بگم تمرکزش روی مفاهیم هویت فردی و جمعی بودنه، اونم از زوایای مختلف فلسفی، روانشناختی، جامعه شناختی و فرهنگی. بله، وقتی از هویت صحبت میکنیم، از یک طرف داریم درباره ویژگی هایی صحبت میکنیم که ما رو از دیگران به عنوان یک فرد متمایز میکنه، مثل مشخصات ژنتیکی خاص هر فرد. اما از طرف دیگه هم هویت اشاره داره به نیاز درونی هر کدوم از ما به تعلق داشتن به یک یا چند گروه و اجتماع که یه جورایی به ما کمک میکنه خودمون رو در رابطه با دیگران درک و تعریف کنیم، مثل ایرانی بودن. درسته. اتفاقا زوج ایرانی که تو این رویداد شرکت کردن یکی از عناصر مهم همین هویت جمعی ما ایرانی ها رو به نمایش گذاشتن، یعنی جنبش زن زندگی آزادی و اسم رمزش مهسا امینی. بله، مرجان نجفی و پارتین باستان که در روز 4 این رویداد تندیسی از مهسا امینی رو به صورت زنده خلق کردن. بریم با هم تیزر روز 4 رو که خود این زوج هم در اون هستن ببینیم، بعد با هر دوی این عزیز گپی میزنیم. درود بر هر دوی شما عزیزان، خوشحالیم که همراه ما هستیم. سوالایی رو که ما میپرسیم هر کدومتون که دوست دارین راحت ترین جواب بدید. خوش اومدین. درود بر شما. قبل از که سوالا رو بپرسیم خوشو بش کنیم. خوب هستید؟ درود بر شما و همه پارسی زبانان دنیا. بله. سلام. خیلی خوشحالیم که همراه ما هستین. برای اولین سوالو من میپرسم. لطفاً به ما از شروع کارتون بگید. اصلا چرا وارد مجسمه سازی شدین و تا به حال چه کارایی انجام دادین؟ من از بچگی به مجسمه سازی علاقه داشتم، یعنی کارهایی که دستی باشه، هر چیزی که به خلق ربط داشته باشه من کلا خیلی دوست داشتم و علاقه‌مند بودم و انجام میدادم. همین روند ادامه پیدا کرد. البته من آموزش آکادمیک ندیدم، ولی خب یه هنرمند خودآموخته هستم، یعنی از منابع بسیار مختلف سعی کردم که اطلاعات کسب کنم و توی کارم استفاده کنم. میگن هنر نزد ایرانی است و بس. واقعا درست گفتن. برامون لطفاً از پروسه شرکت توی رویداد هنری بینال بگیم. ما یه پیغامی از بینال دریافت کردیم به این مضمون که یه صفحه‌های مانیتوری توی بینال وجود داشت و یه فیلمی توی پیج پارتین بود، میخواستن که این رو توی اون صفحات مانیتورشون نمایش بدن و بعد ما قبول کردیم که این فیلم اونجا نمایش داده بشه. بعد به ما گفتن که شما یا میتونید یه پرفورمنس توی این بینال تو بین این 1500 هنرمند انجام بدیم. پارتین هم یه پروپوزال ارائه داد و برای اونو فرستاد. البته این فیلمی که اینو از من خواسته بودن خود مهسا بود، یعنی من مهسا رو به صورت خیلی کوچولو و اسکچ کوچولو ساخته بودم و توی پیجم قرار داده بودم. اینا این رو دیده بودن و این فیلمو از ما در واقع خواستن که اجازهشو خواستن که توی نمایششون داشته باشن و این کلا بینال که آی ام یو بود عنوانش،
منتها یه قسمتی رو اختصاص داده بودن و تیتر بزرگی زده بودن، این غرفه ایرانیا بود که آی ام مهسا. این در واقع فیلمو میخواستن در مانیتوری که خیلی هم بزرگ بود تو اون قسمت بودش، میخواستن که اونجا نمایش بدن. بسیار عالی. برسیم به مجسمه من مهسا هستم. اصلا چی شد که شما تصمیم گرفتید که مجسمه مهسا امینی رو بسازید و هدفتون از این کار چی بودش؟ ببینید هنر نقشش اینه که مفاهیمی رو که وجود داره بتونه به صورت خیلی قابل فهمتر، رکتر و دلنشینتر بیان کنه. منم خواستم در واقع با این پروژه اون مفهومی که پشت کشته شدن مهسا بود، که اون مظلومیت که تو چهرش بود رو بتونم در یه مدت خیلی کم توی صورت مهسا ایجاد کنم. البته خب این پروژه بزرگ بود، در حدود شاید باورتون نشه 50 کیلو گل بود. ما خیلی زمانمون هم کم بود، ولی خب این موفقیت رو به دست آوردیم که اون حس رو توی کار بدیم. و مسئله دیگه هم اینه که این پرفورمنسی که روز 4 در واقع ما اجرا کردیم روز دوم کار ما بود، یعنی کار هنوز اصلا هولوش مثلا 60% انجام شده بود. در حقیقت این پورتری مهسا امینی نمایانگر تمام زنهای ایران و تمام زنهای سراسر دنیا بود که به هر صورتی مظلوم واقع میشن. بله دقیقا همینطوره. اتفاقا از شما برای این کار تقدیر هم شد. بریم با همین لحظه رو ببینیم که حتما برای شما پر از حس خوبه و این حس خوب رو به بیننده هامون هم منتقل کنیم. Of Mahsa Amini in the I Am Mahsa space. Thank you so much, Babu. Thank you so much. چه لحظه واقعا خوبی. مطمئنم حستون اون لحظه خیلی خوب بوده. یه خورده از حستون بگید. البته اضافه کنم که این جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره بودش. یعنی کسانی که دیگه توی مجسمه، حتی بخش مجسمه سازیش، کسانی که در مجسمه سازی واقعا تبحر دارن. ببینید شهر فلورانس یعنی مرکز مجسمه سازی جهانه و از این جهت واقعا این جایزه‌ای که به ما دادن برای من واقعا افتخار بزرگی. برای ما هم همینطور. بله. به نظر من مجسمه سازی 2 تا هنر توشه. هم این مثلا من این کارو بلد نیستم، ولی وقتی میرم هم باید نقاش خوبی باشه اون مجسمه ساز و همین که مجسمه ساز خوبی باشه و بتونه اون چیزی رو که میبینه یا تصور میکنه رو قشنگ روی اون سنگ، روی اون گل یا هر چیزی قشنگ به نمایش در بیاره. واقعا یه مهارته. حالا جالب اینجاست که من خودم تخصصم نقاشیه. واسه همینه که داریم با پارتین جفتمون با هم دیگه رو چند تا پروژه مشترک به خاطر همین با هم کار میکنیم. همکاری خیلی زیبا، موفق. از مسیرتون از ایران تا ایتالیا به همون بگین. چه کسایی بهتون کمک کردن یا همراهتون بودن؟ بله، خود بینال فلورانس واقعا تلاش کرد، خیلی ما رو حمایت کرد. همینطور مؤسسه خیریه رابرت اف کندی، برادر جان اف کندی هست. خب تو بعضی کشورها اینها شعبه دارن، در ایتالیا هم همینطور و اینا خیلی به ما کمک کردن، ساپورت کردن که ما بتونیم این پروژه رو در زمان خیلی محدودی اجرا کنیم. بله، برامون از تفاوت‌های و شباهت‌های کار توی ایران و ایتالیا بگید. رویکرد مخاطبین چجور بود؟ ببینید یه شباهتی داره، اونم اینه که چون ما اصلا هدفمون اینه که فرهنگ مجسمه سازی رو به مردم عادی نشون بدیم. خب میام یه مجسمه رو از 0 تا 100 توی جمعیت میسازیم که این برای خیلی هم سواله که میگم آقا مثلا هنرمندا میرن مثلا یه گوشه یه پشتی کار میکنن، کسی رو نبینن، کسی باشون حرف نزنه، بتونن تمرکز کنن. ولی ما این توانایی رو داریم که حتی تو جمعیت، حتی تو حین کار مثلا از ما سوال هم کنن خب چه اشکالی داره. ما هدفمون این بوده که پروسه کار رو مردم ببینن. این پروسه کار شباهت داره در ایران، یعنی برای مردم جالبه، خیلی دوست دارن، سوال میکنن و عجیب تر اینی که تو ایتالیا هم همینطور بود. یعنی از سراسر دنیا مردمی که می اومدن این پروسه براشون مهم بود.
مثلا با من صحبت میکردن میگفتن ما حتما فردا میایم که ببینیم این کار چه تغییری کرده. با اینکه مثلا توی فلورانس اصلا شما خیابون یا کوچه‌ای رو نمی‌بینید که توش یه مجسمه نباشه، ولی یعنی چششون عادت کرده به مجسمه دیدن، ولی این براشون مهم بود که مسیر ایجاد یک مجسمه رو ببینن. این بین ایران و حتی ایتالیا که حالا تو این نمایشگاه از همه جای دنیا اومده بودن، این واقعا مشترک 100% ما به هم ما 4 تا پروژه توی ایران اجرا کردیم. 4 تا مجسمه با ارتفاع 185 سانتی متر، 4 تا هنرمند از سراسر از 4 تا کشور. بله، از بلژیک و ایتالیا و هلند و ایران. لئوناردو داوینچی از که ایتالیا، از بلژیک روبنز، از هلند ون گوگ و از کشور خودمون کمال‌الملک. و ما اینا رو به صورت زنده توی فضای عمومی وسط جمعیت. بله دقیقاً ما تجربه این عمومی اجرا کردن رو توی ایران داشتیم و این یه تجربه بود که خارج از ایران اینو انجام دادیم. بله واقعا حماسه آفریدید، خیلی عالیه. برای پروژه های آینده چطور چیزی در نظر دارید؟ 1 دقیقه زمان برنامه ما مونده، اگه کوتاه جواب بدین که ممنون میشه. بله حتما، ما پروژه دیگری هم داریم، ولی حتما دوست داریم که این پروژه ها رو باز بین عموم مردم، چون خیلی بازخورد دیدیم، کار فوق العاده سختی هم هست، یعنی واقعا شوخی نیست. شما هر دو دستتون داره مثل پیانو داره کار میکنه و هر دو نیم کره مغز درگیره و شما اصلا از فضای عادی جدا میشید. مجسمه سازی همچین رشته ایه، ولی ما اینو دوست داریم که اون پروسه کار رو هم مردم ببینن دقیقاً و حتی سوال کنن، درگیر کار بشن، هیچ اشکالی نداره. و ما خیلی دوست داریم که بتونیم با مردم ارتباط پیدا کنیم و هنر مجسمه سازی رو بیشتر بتونیم که نشون بدیم. عالی، خیلی ممنون، باعث افتخار بود که مهمون ما بودین امشب. خیلی خوشحال شدیم. ممنون از شما. خواهش میکنم. درود بر شما. ما بسیار خوشحال شدیم از هم صحبتی با شما. ممنون.